تا حالا شده فقط با دیدن یه رفتار کل شخصیت یه آدمو قضاوت کنی؟ مثلا داری از خیابون رد میشی یا یکی با ماشینش با سرعت از بغلت رد میشه، با خودت میگی عجب آدم بی فرهنگ و بی ملاحظه و خودخواهیه، ولی وقتی فرداش خودت همین کارو انجام میدی میگی خب کار داشتم، باید به قرارم میرسیدم، یه چیز فوری برام پیش اومده بود. اینجاست که مغز ما وارد یه دام ذهنی میشه. ما به رفتار دیگران ویژگی شخصیتی نسبت میدیم، اما رفتارهای خودمونو با شرایط و موقعیت توضیح میدیم. این اتفاق به خاطر این میفته که ما اطلاعات بیشتری نسبت به خودمون داریم، مثل احساساتمون، دلایلمون، تصمیمهامون، موقعیتمون، اما درباره دیگران فقط ظاهر رفتارشون رو میبینیم. اسم این خطای ذهنی Fundamental Attribution Error یا همون خطای بنیادی انتصاب. از این به بعد قبل از اینکه سریع برچسب بزنیم بهتره کمی مکث کنیم و از خودمون بپرسیم آیا ممکنه دلیل دیگه‌ای پشت رفتار این فرد وجود داشته باشه؟ گاهی آدما بد نیستن، فقط یه روز سخت و پیش رو گذروندن یا یه کار فوری براشون پیش اومده. من تو پیجم از این محتواهای علمی میذارم. خوشحال میشم اگه طرفدار علم هستی حتما پیج منو دنبال کنی.